امروز متاسفانه بعضی از صداها رو میشنویم از چهار طرف که میگن به ما چه، در فلسطین چه اتفاقی افتاده، به ما مربوط نیست، این قضیه اعراب است یا قضیه فلسطینی است. این سخن یک مسلمان نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که المسلم و اخو المسلم، مسلمان برادر مسلمان است. لا یظلمه، به او ظلم نمی کند. ولا یسلمه، و او را تسلیم دشمن نمی دهد. من کان فی حاجت اخیه کان الله فی حاجته، کسی که در پی کمک و همیاری برادر مسلمان خود باشد، الله متعال در پی کمک و یاری او خواهد بود. و من فرج عن مسلم کربة فرج الله عنه کربة من کربات یوم القیامه، کسی که مشکلی رو از یک برادر مسلمان خود در این دنیا حل می کند و به او کمک می کند، الله سبحانه و تعالی مشکلات و سختی های روز قیامت رو برای او آسان می گرداند. و من ستر مسلما ستر الله یوم القیامه، کسی که یک عیبی را از برادر مسلمان خود می بیند و آن را پنهان می کند، الله سبحانه و تعالی در روز قیامت عیبهای او را پنهان می کند. متاسفانه امروز هیچ کدام از این نکات طلایی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در مورد وجوب همکاری و همیاری و حقوقی که یک برادر مسلمان بر برادر مسلمان دیگر خود دارد می‌بینیم که در جوامع اسلامی خیلی کمرنگ شده است. ظلم و ستم نه تنها که کفار بر مسلمانان ظلم و ستم میکنن، خیلی از مسلمان ها هستند که امروز میبینیم بر برادران و خواهران مسلمان خود ظلم و ستم میکنن. از دشمن، از کفار، از منافقین، از مشرکین که گله‌ای نیست. امروز مسلمان بر مسلمان ظلم و ستم میکند. امروز در این وضعیت سخت و دشواری که تا حالا چیزی در حدود 20,000 نفر جان دادند و ده‌ها نفر، صدها نفر در زیر آوارها هنوزم ماندند، عده‌ای هستند که به دنبال مسائل حزبی و فکری و اختلافات سلیقه‌ای و که نمیدونم حماس این است و اخوان است و فلان است و یا آنها را ملامت میکنن که چرا این جنگ رو شروع کردن و چرا مردم رو با این مشکلات و سختی ها مواجه کردن. خیلی از مسلمانان متاسفانه میبینیم که در پی حل مشکلات برادران و خواهران مسلمان خود نیستند که هیچ، بلکه برای آنها ایجاد مشکلات و سختی ها می کنند. غیبت، خبرچینی، ظلم، ستم، فریبکاری، انواع ظلم و ستم هایی که متاسفانه امروز در بین مسلمانان رایج شده است. هر موقعی که امت اسلامی و مسلمانان این مشکلات و این اشتباهات و این گناهایی رو که مرتکب می شوند از اینها دوری نکنند، یقین داشته باشید که نصرت و پیروزی الله سبحانه و تعالی نخواهد آمد. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. الله سبحانه و تعالی وضعیت هیچ امتی را تغییر نمیداد تا اینکه این امت خودش آنچه که از اشتباهات و خطاهایی که در درونش وجود دارد را تغییر ندهد. همچنین در حدیث دیگری که نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه از رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی متفق علیه روایت کرده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: مثل المؤمنین فی توادهم و تراحمهم و تعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسحر والحمى. مثال مؤمنین در مودتشان، در شفقتشان به همدیگر و در رحم و مروتی که با همدیگر دارند و در تعاطف و دلسوزی که با هم دارند مانند یک جسد است، مانند یک جسمی که اگر یک قسمتی از آن درد بکند یا تب بکند یا دچار مشکلات شود، بقیه جسد هم دچار بیتابی می شوند. فلسطین، غزه امروز پاره ای از تن امت اسلامی است. کسانی که
امروز میگویند که این قضیه ما نیست و مشکل فلسطین مشکل ما نیست، اینها مسلمان نیستن، اسلام رو درک نکردن. پس باید مسلمانان در مقابل مشکلات و سختی هایی که امت اسلامی دچار آن میشوند احساس مسئولیت بکنن. همچنین ابو موسی رضی الله تعالی عنه از رسول الله صلی الله علیه وسلم در حدیث دیگری که این حدیث هم متفق علیه است میفرمایند که ان المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا، مسلمان و مؤمن برای مؤمن مانند خشت‌های دیواری است که یکی دیگری را محکم گرفته است. این رو یقین بدانید که کسانی که امروز در مقابل ظلم و ستمی که بر فلسطین و بر مردم بیپناه غزه صورت میگیرد سکوت میکنند، صدای خودشان را در نمی آورند، چه ملت ها، چه کشورها، چه حکام و چه عموم مسلمان ها فردا گرفتار همچین ظلم و ستمی خواهند شد. و کسانی که با ظالمین همکاری میکنند، با ظالمین همدلی میکنند، الله سبحانه و تعالی ظالمین را بر آنها مسلط خواهد کرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگری که طبرانی روایت میکند میفرمایند که لا یقفن احدکم موقفا یقتل فیه رجل ظلما فإن اللعنة تنزل على كل من حضر حين لم يدفع عنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که طوری نباشد که یکی از برادران مسلمان شما یا یک مظلومی کشته می شود، به او ظلم می شود، ستم می شود و شما حاضر هستید، می بینید و آگاهی دارید یا حاضر هستید در این صحنه و شما از او دفاع نمی کنید. حتی در ادامه حدیث می فرمایند که اگر یک برادر مسلمان شما رو یک ظالمی می زند، کتک می زند و شما از او دفاع نمی کنید، این شخص مورد لعنت الله سبحانه و تعالی قرار می گیرد. امروز کسانی که با آنچه از قوت و استطاعت دارند و از مظلومین، از مسلمانان مستضعف در دنیا دفاع نمی کنند، اینها مورد لعن و غضب الله سبحانه و تعالی قرار می گیرند. لعنت الله سبحانه و تعالی بر همچین انسانها، چه حاکم باشد، چه محکوم باشد، چه مسلمان باشد، چه مؤمن باشد، چه انسان باشد. الله سبحانه و تعالی کسانی رو که در مقابل ظالم از مظلوم دفاع نمی کنند، در مقابل قاتل از مقتول دفاع نمی کنند، در مقابل ظالمی که مظلومی را میزند از مظلوم دفاع نمی کنند، مورد لعن قرار داده است. هر کسی که میخواهد باشد، هر کدام از ماها به اندازه استطاعتمان، به اندازه امکاناتی که داریم در مقابل دردهایی که امت اسلامی دارن مسئول هستیم.